رمن واسع، مؤلفش نویسنده ممتاز تاجیکستان استاد ساتیم اولوغزاده. رمن واسع یکی از رمن‌های جهت تاریخی داشته استاد به حساب می رود. این رمن در دوره اتحاد شوروی روی چاپ آمده است. سال 1961 استاد ساتیم اولوغزاده خودش به منطقه کولاب یا خود به منطقه بلجوان سفر می کند و از پیران روزگار دیده آن منطقه می پرسد درباره شورش واسع، حقیقت آن و کدام منطقه ها را در بر گرفتن آن. آنها به استاد نقل می کنند که در حقیقت در این موضع شورش شده بود و آن در تاریخ با نام واسع معلوم و مشهور است. استاد ساتیم اولوغزاده در همکاری با مورخان زمان بهادر اسکندرов، ظریف رجبov، احرار مختارov و دیگران این رمن را مکمل می کنند. پس از 5 سال سفر استاد ساتیم اولوغزاده به منطقه بلجوان در سال 1966 این رمن روی چاپ می آید. قهرمانان اساسی این رمن واسع، نظیر، همسر واسع، فرزندان واسع، رضا پسرخواندش، قاسم برادرش، شکر پدرش، میرزا اکرمبای، آستانکل قوشبگی، فاطمه خواهر واسع، سنگلی یزنش و دیگران به حساب می روند. این رمن سال 1986 در خانه رادیو به طور آوازی ثبت می گردد. سال 1885 به تخت امارت بخارا عبدالاحد خان پسری مظفر خان می نشیند. بدان او اندازی 3 ساله را طلب می کند. همان 3 ساله که خشکسالی بود. به مردم جبر کردند، انداز طلب کردند، در حالی که حاصل آنها به آن انداز عموماً برابر نبود. اگر درباره کسب واسع گوییم، واسع یک جوازکش در دره مختار بود. با مردم بیکیگری بلجوان ظلم‌های زیاد کردند. واسع بهادر قیام کرد، قیام مردمی بر ضد حاکمیت منقیدها. بیک بلجوان توان آن را نداشت که این شورش را پخش کند. این شورش را آستانکل قوشبگی آمده پخش کرد. واسع را به امارت بردند، در آنجا به دار آویختند. اما واسع در دار هم سر خود را خم نکرد. امیر به طرف او می نگریست. واسع باشد با قهر به سوی او می نگریست، سر خم نمی کرد. امروز در ولایت ختلان ناحیه با نام این ابرمرد است. ناحیه واسع. آثارخانه‌اش هم هست. هیکلش هم در همان ناحیه، در ناحیه واسع.